دلیل سرطان 4000 مشهدی. کشفرود حالا نه خانه آب بلکه خانه فاضلاب شده است. محلی که اینجا ایستاده ایم بایپاس تصفیه‌خانه پرکندآباد هستش. این فاضلاب‌هایی رو که می‌بینید وارد کشفرود میشه فاضلاب‌های خامی هستش که ظرفیت تصفیه‌خانه پرکندآباد اجازه نمیده که اینها رو پذیرش کنه. در نتیجه چون اضافه بر ظرفیتش هست اینها برگشت می‌خوره به کشفرود. اینجا یعنی آغاز ابتدای ورود فاضلاب به کشفرود. بله. موج خروشان فاضلاب‌های شهرک صنعتی چرمشهر مشهد، جایی که سرطان آغاز می شود. این جایی که ما ایستادیم خروجی تصفیه‌خانه شرکت شهرک‌های صنعتی چرمشهر هست. این فاضلابی که الان میاد به عنوان پساب عناصر بسیار خطرناکی مثل کروم، آرسنیک و موارد مختلف دیگه اینجا مشاهده شده. تا زمانی که واحدهای تولید چرم پیش تصفیه خودشون رو احداث نکنن و فاضلاب‌های خودشون رو از درجه آلودگیش با اون پیش تصفیه ها کم نکنن مجدداً شاهد همین سیر آلودگی خواهیم بود. اینجا محل تخلیه فاضلاب‌های تانکریه. همینطور که سر راه اومدیم تصفیه‌خانه سفتاژ قرار بوده برای تصفیه این فاضلاب‌های تانکری توسط شهرداری احداث بشه و در آذر ماه 1400 قولش رو دادن که به بهره برداری برسه، اما متاسفانه همچنان نیمه تمام رها شده. سالهای 94 به بعد این تانکرها به GPS مجهز بشه، رنگامیزی بشن که فرق اینها با تانکرهای به اصطلاح توزیع آب و موارد دیگه قابل تشخیص باشه. اما متاسفانه نه تنها اینها تحت مدیریت قرار نگرفتن، این فاضلاب‌ها میاد تو کشفرود روان میشه و بعد توسط همون لوله هایی رو که دیدید متاسفانه برداشت میشه و به مزارع کشاورزی منتقل میشه. در هزاریا بیشتر فاضلاب خونیه دیگه. اونا در چرخ‌ها هستن دیگه، در چرخ همه اونا مخصوص اونایم. میان همینجا این فضا خالی میکنن؟ میان همینجا خالی میکنن. همه ما میام همینجا. فاضلاب، چیز، آب موزاییک، هر چیز همه همینجوریه. فقط چند تعدادش می‌بینید چند تا در روز حساب کنید ماشین ما روز 7 را میاره، اون ماشین دیگه روز 15 را میاره، اون یکی 4 را میاره. ولی ماشینا دیگه هم هستن که میارن بیمارستانا میارن، فقط آبخون میارن. همه ماشینا رو حساب کنید روز 160 همه میارن. 160 70 تا نه خالی میکنن. متاسفانه اون چیزی که مردم الان بهش خو کردن اینه که سرمایه شده فاضلاب کشفرود دیگه. میگن این فاضلابی که تو محیط زندگی ما روان کردن، خب ازش برداشت میکنن و خیلی وقتا هم میگن که این آب سیلابیه، در صورتی که متاسفانه کاش آب سیلابی بود. داستان کشفرود شنیدید، معضلی که سالهاست به زندگی ما مشهدی‌ها گره خورده و هیچ اراده‌ای برای حلش وجود نداره. اینجا در بیان فاضلاب و بوی بد مرگ خاموش مشهدی‌ها رقم می‌خوره.